اسامی در زبان آلمانی به دو دسته قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم میشن. اسامی قابل شمارش یا zählbare Nomen اسامی هستند که به چیزهای اشاره دارن که قابل شمارشن و معمولا به صورت مفرد و جمع به کار میرن، مثل das Buch die Bücher، der Apfel die Äpfel، der Tisch die Tische. اسامی غیر قابل شمارش یا unzählbare Nomen اسامی هستند که به چیزهای اشاره دارن که قابل شمارش نیستن و معمولا به صورت مفرد به کار میرن، مثل das Essen، das Wasser، die Milch، die Freundschaft، die Liebe. حالا اینجا تا نکته وجود داره. نکته اول این که اسامی غیر قابل شمارش هیچ وقت با اعداد به کار نمیرن و معمولا برای اینکه مقدارشون رو مشخص کنیم از عبارتهای مقدار دهنده‌ای مثل viel، ein bisschen و غیر استفاده میکنیم، مثل viel Wasser، ein bisschen Milch. نکته دوم این که بعضی از اسامی هستن که گاهی اوقات قابل شمارش و گاهی اوقات غیر قابل شمارشن، مثل der Tee که غیر قابل شمارشه اما به صورت دیتس هم به کار میره که به انواع چای اشاره داره.